سلام دوستان، من بعد از یک وقفه طولانی مدت دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم. میدونم خیلیامون دردمندیم، خیلیامون دغدغه مندیم، خیلیامون افسردگی داریم این روزا، خیلیامون شرایط اقتصادیمون درست نیست، مساعد نیست و گیر کردیم. من بهجت مشفق در حد توان خودم تمام مشاوره هامو رایگان کردم، به خاطر اینکه یه سری از عزیزان هستن پرونده دارن، اگر پیگیری نکنن ممکنه که متضرر بشن. من اومدم تمام مشاوره هامو رایگان کردم برای عزیزانی که تو این شرایط نیاز دارن به مشاوره حقوقی، چه حالا آنلاین باشه، چه به صورت تلفنی باشه، چه به صورت حضوری، همه رو به صورت کاملا رایگان در خدمت شما عزیزان هستم تا باری از رو دوش شما برداشته بشه. حتما اسمتون رو، شماره تلفنتون رو، شهری که هستید و موضوعتون رو همینجا بر من بفرستید، پیام بدید. اگر حل و فصل بشه با همین پیام دادن سعی کنم پاسخ بدم. اگر نیاز به این داره که حتما تلفنی تماس گرفته بشه، اگر در شهرستان هستید باهاتون تماس گرفته میشه تا اونجایی که امکان پذیر هست ارتباط باهاتون برقرار میشه. و اگر واقعا ببینم یه پرونده خیلی پیچیده است، نیاز به وقت گذاشتن داره، نیاز به این داره مدارک شما رو بررسی کنم، مشاوره حضوری داشته باشم و به صورت کاملا رایگان این خدمات رو در اختیار شما عزیزان قرار میدم. حالا فرق نمیکنه، من وکیلم. اگر شما که داری گوش میکنی این پیام رو، اگر تو هر خدمتی هستی، تو هر شغلی که هستی، واقعا بیاین اگر کاری از دست ما برمیاد برای مشتری هامون انجام بدیم. مردم خودشون درد دارن این روزها، بیاین ما باری به روی دوششون اضافه نکنیم، یک باری رو از دوششون برداریم، کمکشون کنیم، شرایطشون رو درک کنیم. اگر یک کاری، یه مشاوره، یه خدمتی از دست ما برمیاد، دریغ